السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران، سال نو چه معنای برای مسلمانان دارد؟ هیچ چیز. سال نو در اسلام معنایی ندارد، در یگان نمود و در یگان شکل. پیامبر عزیز ما محمد صلی الله علیه و سلم برای ما عیدهای خودمان را نشان دادند که اینها از جمله عید فطر که بعد از ماه مبارک رمضان است و عید قربان که بعد از ادای حج است و ما باز هر روز جمعه داریم. این روز جمعه روز نماز جمعه و خواندن خطبه است. برادران و خواهران، ما چگونه مناسبت به سال نو داشته باشیم؟ اگر کوتاه کرده گوییم بهترش از این دور شدن است. این عید لایق جشنگیری هم نیست. در آن جایی که این را جشن میگیرند اشتراک نکنید. دور شوید از ازدحام توده‌ای که برای الله سبحانه و تعالی خوش نیست. این جایی است که همه چیز آمیخته شده است. نوشاکی های اسپرتی و مانند اینها، از اینها دور شوید. برادران و خواهران من، اگر این شب یگان معنای می داشت، من به شما و به خودم می گفتم که شب سال نو باید شب تفکر کردن باشد. برای آنی که به زندگی خود نگاه کرده بگوییم من یک سال دراز هم بگذشت، چی کار من کردم؟ به چی نائل شدم؟ من کجا رفته ایستادم؟ من یک سال پورا به قبر نزدیک شدم، به چه چیزی من میسر گشتم؟ یک سال پورا گذشت، چی فایده برای امت رسانیدم؟ من چگونه من به این شب معنا می دادم اگر آن خود معنای می داشت؟ آن باید شب تفکر باشد، شب توبه باشد. در این شب ما باید از الله بخشش بپرسیم برای خطاگی هایی که در سال گذشته کردیم. برادران و خواهران، فکر این گونه مناسبت با سال نو در حقیقت معنای دارد. اینجا علاقه روشن با اسلام است. عمر الله از او راضی باد گفته است، این یکی از گفته های مشهوری است، خودت از خودت حسابات بپرس تا آن زمانی که از تو حسابات پرسند. خودت را تفتیش بکن تا آن زمانی که مورد تفتیش قرار نگیری و خودت را خودت سنجش بکن تا آن زمانی که الله تو را بسنجد. برادران و خواهران، هر یک شخص باید به خودش نگاه کرده سوال دهد که یک سال پورا گذشت، من چی کردم؟ من کجا رفته ایستادم؟ چگونه باوری حاصل کنیم که این سال به سال گذشته مانند نباشد؟ اگر سال گذشته من ریش نداشتم و یا من حجاب نمی کردم، اگر که در زندگی من قرآن نبود، نماز نبود و غیره، آنگاه من به الله سبحانه و تعالی وعده می دهم که از این پس من این کارها را در حیات تطبیق خواهم کرد. برادران و خواهران، اگر شما در تردد جشن گرفتن سال نو هستید، من استوارانه به شما توصیه می دهم که این را نکنید. اما اگر شما حس کنید که باید یگان کار در این شب کنید، آنگاه این شب را به شب عبادت تبدیل دهید، شب وعده های شما به الله سبحانه و تعالی و شبی که شما از برای امت دعا می کنید. تا دیدار آینده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از آنچه راضیتان دادیم در راه الله صدقه کنید، پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگی مرا اندکی به دیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم؟